به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، دوستانی که در تالار حضور دارید و همه هموطنانی که ما و شما را این لحظه توسط شبکه‌ها تماشا میکنم، یکی شما را به سالگرد استقلالیت ملی و دولتی ما تبریک میگم و همزمان با سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان. و اینجا دوستان عزیز علیگ و چندی از دوستان دیگر خاطررسانی کردند که دقیقاً 30 سال پیش یک حرکت مردمی ملی و استقلال خواهی دیگرمان رستاخیز تأسیس شده بود و تمام اعضای سابق و امروز هواداران رستاخیز را هم به امروز تبریک میگم. البته در این روز در قطار این 3 سالگرد مبارک و خوب، امروز یک تاریخ دیگری هم دارد که خوب نیست ولی ما نمیتوانیم از آن صرف نظر کنیم. دقیقاً در همین روز، حتی شاید ساعتهاش هم در یادم باشد که بعد از ظهر به ما خبری آن را دادند که یکایک بچه‌های عضو شورای سیاسی نهضت، ریاست نهضت دارند از طرف مقامات حبس می شوند. در روز 15 تا 16 سپتامبر سال 2015 اکثری برادران و خواهران ما و شما در همین ساعت‌ها زندانی شدند که این 4 یا 5 حادثه پی هم در یک روز اتفاق افتادند در سالهای گوناگون، مرحله‌های گوناگون. با قسم شما را تبریک میگیم ولی وظیفه‌دار هستیم که یک قسم دیگرش را به خاطر برادران زندانی، به خاطر کسانی که بیشتر از ما و شما برای استقلالیت زحمت کشیدند، برای آنکه ما و شما در اینجا باشیم تلاش کردند، جان نثاری کردند، از آنها یادآوری کرده باشیم. شاید در آن که تأسیس پیمان ملی به روز استقلالیت راست آمد، بعض تصادف‌های هم بود، جا، مکان، جمع. چون سال گذشته ما به خاطر آنکه برامون آسان‌تر باشد در ورشو برگزار کردیم و همون شب و روز را انتخاب کردیم که اکثریت مردم برای شرکت در کنفرانس ورشو جمع آمده بودند. اما در خود دو تا قانونیت دارد، دو تا پیام دارد. یکی این که پیمان ملی تاجیکستان دقیقاً عملی کننده آرمان‌ها و آرزوهای استقلال خواهی ملت از طول تاریخ تا امروز هست. یعنی پیام اول این که ما 100% در چارچوب تمام آرمان‌ها و آرزوهایی که ملت تاجیک چه در گذشته‌ها و چه در امروز برای رسیدن به استقلالیت و حفظ آن زحمت کشیده است، تلاش کرده است، در اون راستا کار خواهیم کرد. دوم پیامش شاید این باشد که ما یادمان نرود که در پس هر کدام از این ایده ها، حرکت ها، انسان های زنده وجود داشتند و امروز هم وجود دارند. این ملت شاید که برای رسیدن به این استقلالیت و به این وضعیتی که دارد در طول تاریخش هزارها و شاید 10,000 هزار نفر را از دست داده است، کشته داده است، زندانی داده است، مهاجر داده است. شاید ما یک اندکی را میشناسیم، شاید تاریخ ما نامهای اندکی را ثبت کرده است. بسیاری از کسانی که در تاریخ ثبت شده ها یا بسیاری از فرزندان ملت از کسانی که در تاریخ ثبت شدن شاید خدمت بیشتر کرده باشند ولی ما نمیدونیم. امروز امکانیت هست، اینترنت همه چی را ثبت میکند، در گذشته این امکانیت نبود. ما باید به یاد آنها باشیم، از آنها یاد کنیم، نه تنها از گذشتگان بلکه از کسانی که امروز هم در این راه دارند عذاب میکشند، زندانی هستند. حالا اگر آغاز تاریخ مبارزه تاجیک را از کاوه آهنگر بدانیم، چون به ما همین قدر رسیده است، شاید قبل از او بود، شاید بعد از او قوی تر بود. نهایتش معلوم نیست که کجا هست، کیها در این راه باز مبارزه خواهند کرد و جان خود را از دست خواهند داد. اما کسانی که امروز در همین ساعتها در زندان هستند، در مبارزه هستند، نباید ما از اونها یاد نکنیم، نباید زحمت‌های آنها را کمتر از دیگران بدانیم. و حتی من به این باور هستم، با همه احترامی که به تاریخ دارم و گذشتگان تاریخی همون دارم، من به این باور هستم که
کسانی که در تاریخ ملت ما همچون مبارز، استقلال خواه، آزادی خواه ثبت شدند، شاید که نه همه بزرگوارانشان بودن، بسیاری کسانی بودن که اسمشون در تاریخ نیست و همون باقی مانده هم 50%، 60% شاید که با افسانه و روایت و با مبالغه ها آمیخته باشد. اما کسانی که امروز تاریخ را می آفرند، تاریخ ملت را می سازند، در زندان ها هستند، جسارت و بزرگواریشان از بزرگان گذشته ما کمتر نیست برادران. و گفتی شاعر، بعضی ها میگن شعری فردوسی است، بعضی میگن از کسی دیگر است و در نام او ثبت شده است. دوستان کمک کنن، درباره رستم میگد من هم کردمش رستمی داستان وگرنه کسی بود در زابلستان. یعنی ایشان توسط تبلیغات و نوشته و هنر فردوسی بزرگوار تبدیل به یک تاریخ شد. اما من به این باورم که بزرگان امروزی در زندانی ما، محمد علی حید بزرگتر، اگر بزرگتر نباشد کمتر از اون شخصیت ها نیست. یک مشکلی ملت ما هست دوستانی عزیز، ما باید این را نزد خود ثبت کنیم. این مشکلی ملی ما هست. ما از حد زیاد تاریخ زده ایم، از حد زیاد افسانه ها را باور میکنیم، اما تاریخ واقعی امروزی خود را فراموش میکنیم. ما میرویم جستجو میکنیم ایدئال های خود را در تاریخ، در کتاب ها، در فیلم ها، حتی در تاریخ ملت های دیگر، اما فراموش میکنیم که تاریخ زنده همون در زندان نشسته است. اگر محمد علی حید، اگر بزرگمهر یاروف تاجیک نمی بود، نهضتی نمی بود، یا ادوکت نهضتی ها نمی بود، معاون کبیری نمی بود، ادوکت کبیری نمی بود، از یگان ملت دیگر می بود، از یگان گروه دیگر می بود، از یگان کشور دیگر می بود، اینها الکی قهرمان تمام سیاره شده بودند برای اون جوانمردی و جسارتی که نشان دادند. شما کی را در تاریخ دیده اید که مثل محمد علی حید تحت شکنجه آماده نشده باشد که نسبت برادران و خواهران خودش یک تهمت را قبول کند، به زبان بیارد؟ اگرچه ما اجازه داده بودیم در اول سال، در ماه اکتبر 2015 گفتم هر برادر و خواهری که نیاز به آزادی دارد و میگوید که همه تهمت ها رو به سر من میپرتید، این کار را خواهش میکنم انجام بدید. کسی استفاده کرد، کسی نکرد. اما محمد علی حید، سید عمر، دیگر دوستان و بزرگواران امروز به قیمت جانشان حتی این اجازت ما را هم قبول ندارند. بزرگمهر یاروف یگانه وکیل بود که میدونست که زندانی میشود، همه چیز را از دست میدهد، اما برای انجام رسالت وکیلیش، برای احترام اون کسبش دست به این کار زد. پس قهرمان کی است دیگر؟ کی رو ما باید قهرمان اعلام کنیم؟ اون کسانی که در تاریخ، چه تاریخ قبل از اسلامی، چه تاریخ زمان اسلامی، چه تاریخ شوروی میخونیم، مگر اونها کاری رو بیشتر از محمد علی و سید عمر و بزرگمهر و دیگرها کرده بودن؟ من فکر میکنم یک کمی این تاریخ زدگی رو کنار بگذاریم و بیایم به این قهرمان های ملی خودمان رسیدگی کنیم. شاید که اگر پیمان ملی تاجیکستان آمد به وطن، شاید اولین کارش این باشد که این بزرگواران رو، این قهرمان های واقعی رو به عنوان قهرمانی سزاوار بگرداند. اگر ما نتوانستیم، این دیگر وصیت به نسل‌های آینده است که این مسئولیت این کار رو باید انجام بدیم. خب دوستان گرامی، اینجا کاری ما رو خیلی سبک کردن برادرانی که قبلا صحبت کردن، علی، شرف الدین، تیمور، علی، که درباره استقلالیت و استقلال خواهان، ماهیت این حرکت صحبت کردن. وگرنه من میتونستم باز نیم ساعت دیگر در این باره صحبت کنم. اما نکته‌ای که برای تکمیل گفته این بزرگواران میخواهم اینجا اشاره کنم این است که استقلالیت نه تنها دزدیده شد تیمور، من معذرت میخواهم، استقلالیت پامال و بدنام شد. امروز جشن استقلالیت در تاجیکستان از طرف مردم هیچ فرقی با جشن کدو ندارد و شاید حتی جشن کدو را بهتر و خوبتر قبول میکند، برای که 4 کدوی ارزانتر هم شاید به شرافت این جشن کدو نصیبش هم شود. اما جشن استقلالیت که میگذران، این جشن یک نفر است، جشن یک گروه است. ملت برای این جشن فقط همچون مواد خام استفاده می شود، برای مارشیروفکا، برای حتی برای پول جمع کردن.
شما هر معرکه که میبینید برگزار میکنن دشواریش بر سر ملت است. این است که ملت دیگر متاسفانه فرق بین این جشن استقلالیت و جشن کدو و خربزه و دیگر نمیبیند. اما این وضعیت از کجا سر زد؟ برای چی یک منصبدار حتی در سطح بالاترین قدرت در جشن کدو صمیمیتر رفتار میکند از آن که در جشن استقلالیت یا جشن وحدت رفتار کند؟ برای اون که این جشن کدو و فکر و اندیشه اونها نزدیکتر است، اما استقلالیت وحدت برای اونها یک اندیشه بیگانه است. من وقتی که تماشا میکنم میبینم که واقعا در جشن کدو و خربزه خیلی راحتن، خیلی صمیمی هستند، اما وقتی که در جشن استقلالیت یا جشن وحدت صحبت میکند شما ببینید که این انسان دارد با خودش جنگ میکند. از یک طرف عقلش میگوید که درباره استقلالیت و وحدت بگو چون این ضرورت است، اگر نگویی همچون رهبر دولت امکان ندارد. از طرف دیگر وجدانش میگوید که مگر تو کسی نبود که با استقلالیت میجنگیدی؟ مگر تو کسی نبودی که استقلال خواهان را نابود کردی، زندانی کردی، کشتی؟ مگر کسی نبود که این وحدت را از بین بردی؟ در این نبرد وجدان و عقل یا به گفت خودشون زیرکی سیاسی شما میبینید که مردم ها مشاهده میکنند که اینجا یک صمیمیت نیست، نه در جشن استقلالیت نه در جشن وحدت. و واقعا ملت گرفتار یک دورویگی شده است، دورویگی از طرف مقامات و حاکمان، گرفتار یک دخورگی شده است. از یک طرف میبینند که با چقدر شکوه و دبدبه میخواهند جشن استقلالیت رو پیشواز بگیرند، خودشان را اساسگزار این همه استقلالیت و صلح و وحدت نشان بدهند. از طرف دیگر میبینیم که برای کسی که اولین رهبر جمهوری تاجیکستان را که زیر اعلامیه استقلالیت امضا گذاشت، خدا رحمتش کند، قدردین اسلانوف را برای قاتلانی او هیکل میگذارند. کجاست منطق که شما هم میاد استقلالیت را جشن میگیرید، نفری را که این اعلامیه استقلالیت را امضا کرده است یک مرتبه هم یادآوری نمیکنید، اصلا اجازت نمیدید که درباره‌اش صحبت کنند، میاد به قاتلان این رهبر دولت هیکل میگذارید و همزمان خودتون را طرفدار یا جانبدار استقلالیت میدونید. این یک دورویگی خیلی هم آشکار و واضح است. ارکیتکتور استقلالیت، اون نفری که متن اعلامیه استقلالیت دولتی و ملی ما را آماده کرد، خدا رحمتش کند، استاد زنده یاد طاهری عبدالجبار. شما در کدام رسانه، در کدام کتاب درسی امروزه، در کدام گزارش و سخنرانی ها نام استاد طاهری عبدالجبار را میشنوید؟ خیلی که تیمور گفت و ده ها استادان و بزرگواران دیگر را که در این مسیر با استاد طاهری عبدالجبار شریک بودند. بازار صابر تا وقتی که طرفدار اندیشه استقلال خواهی بود و خودش یکی از رهبران این حرکت بود، نه تنها برای مقامات امروزه تاجیکستان مردود و منفور بود، حتی زندانی هم شد. از همون روزی که از فکرهایش برگشت وضعیت فرق کرد. یعنی این آدمانی که رفتارشون، گفتارشون کاملا علیه استقلالیت است، علیه آرمان‌های ملی است، امروز از خود میخوان یک استقلال‌های واقعی و حتی صاحب استقلالیت را به نمایش بگذارند. من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است ملت به این دورویگی مقامات نقطه بگذارد، آشکار فکت و رقم‌ها گفته شوند، فکت‌های تاریخی، صحیفه‌های تاریخ بازنگری شود و اجازه ندهیم که در حضور هزارها شاهد که هنوز هم زنده هستیم نه تنها این استقلالیت دزدیده شود، بلکه تاریخ ملی تاجیکان بازنویسی شود، دستکاری شود، تقلب شود. این را نباید اجازه داد. وقتی که ما درباره خودمون گپ میزنیم دیگران در منبر صحبت میکنند، نباید که کسانی که خاموش هستند یا از خاکساری یا از مشغولیت به کارهای دیگر در استقلالیت سهم نداشتند. وقتی که تیمور اسم بنده را گرفت راست گپ خجالت شدم، گفتم من کجا و استقلال خواهی کجا، من کجا و آوردن نام من در قطار کسانی که واقعا زحمت کشیدن برای این استقلالیت چرا نام من گرفته شود؟ اما بعداً در ذهنم آمد که چرا گفته نشود، چرا ما این خاکساری دروغی را همیشه با خود داشته باشیم، باید کنار بگذاریم. بناگاه باری اول در یادم آمد که
وقتی که گکچپ شد برای که استقلالیت نه تنها تاجیکستان تمام ملت‌های سابق شوروی رو از بین ببرند، در اون شب روز ما دانشجویان نمیدونم شاید صدها دانشجو را در اکت ویزل یونیورسیته جمع کردیم. حالا چند از دوستان دیگر را نام نمیگیرم که در دوشنبه هستند از همراه ما که مشکلشان نشود. متاسفانه برخی از کسانی که در اون شب و روز مبارزه در پهلوی ما بودند امروز در طرف دیگری جبهه قرار گرفتند، این شب و روز علیه ما سنگ میپرتایند. اما یک ایده از دانشجویان، ما صدها دانشجو را جمع کردیم، رکتور دانشگاه را دعوت کردیم، استاد طاهرов را خداوند عمرش را دراز کند اگر زنده باشد، چون خبری ندارم دیگر از ایشان مشاوری رئیس جمهوری عمل کننده جناب محکمov بودند. ما دعوت کردیم رکتور رو، ابراهیم عثمان دکان بود، رحمتی مسافرov دکان بود، در اکت ویزال برآمد کردیم، گفتیم رکتور رو مجبور کردیم که همچون مشاور رئیس جمهور برود محکم رو فشار بیارد که همین شب در تلویزیون برآمد کند از ملت تاجیک عذرخواهی کند برای پشتیبانی از گکچپ. گکچپ که در مسکو شد، ینایف و 4 نفره که در همون شب دیدم در تلویزیون برآمد میکرد، دستی کدومش میلرزید، به فکرم از ینایف بود، ینایف دستش میلرزید وقتی که درباره گکچپ گپ میزد. ما میتینگ کردیم، با خیابان ها ریختیم و مجبور کردیم که محکمov فاصله اعلان کرد بین خودش و بین گکچپ، مجبور شد. این را ما توسط رکتور و استادان مبارزی اون زمان انجام دادیم. البته یک به احترامی من حالا در همون جلسه یادم نرود، در همون صحبت در اکت ویزل نسبت ابراهیم عثمانov یکی از دانشجویان کمترک احساساتی ما بیادبی کرد. ابراهیم کنجایچ به نشانه اعتراض تالار را ترک کرد رفت. بعد ما برگردوندیم گفتیم که خب یک بیادبی کرد، یکی از دانشجویان، همون دانشجویی که امروز در قدرت هست، همکرسی ما بود، امروز علیه مبارزین علیه ماها صحبت میکنه. در اون زمان باز یک بیادبی دیگر کرد که ابراهیم کنجایچ رو ناراحت کرد، اون جلسه رو ترک کرده بود. وقتی که اینها تاریخ زنده‌اند، ما خاموشیم، گپ نمیزنیم، کسان دیگر اومدن این استقلالیت رو، این ارزش‌ها رو صاحب شدن و ما را متهم میکنن با آنکه ما مخالفی تاجیکستان مستقل پیشرفته و معاصر هستیم. دوستان گرامی، پاشخوری شوروی واقعا یک فرصت بود. فرصتی بود که برخی از ملت‌ها از اون خوب استفاده بردند، به یک جا رسیدند. گرجی‌ها، ارمنی‌ها، کشورهای بالتیک، اوکراین اخیراً اینها جزئی جهانی متمدن شدند. برخی از ملت‌های دیگر نتوانستیم از این فرصت خوب استفاده بریم. باید اعتراف کنیم. اینجا کمبودی ماها بود، بی تجربگی نخبگان ملت بود و از همه اساسیش چخیلی که تیمور در اینجا خوب قید کرد، کسان و علیگ هم گفت کس در همسایگی ما کشورهای بودند که نمیخواستند که تاجیکستان واقعا هم مستقل باشد، ملت تاجیک یک ملت پیشرفته و مستقل باشد. این طفل نوزاد استقلال خواهی را سرکوب کردند، کسانی را به سر قدرت آوردند که تا امروز ملت تاجیک را در این وضعیت ناگوار قرار دارد. و نهایتا در این قسمت صحبت یک نکته دیگر است که در مجموع چه در بحث استقلالیت، چه در بحث دولت سازی، چه در بحث ملت سازی، پیش از همه رهبریت کشور و یک قسم از نخبگان این ملت در یک بحران هویتی گرفتار شدند. بحران هویتی را می شود همچون کریزیس ایدنتیچنستی نامگذاری کرد. و در این مسیر هویت سوزی برای تاجیکان خیلی هم دارن ملت ما را اذیت میکنن، نیاز ندارد ملت را اذیت میکنن، سرگردان میکنن، از یک وادی به وادی دیگر میبرن. شما ببینید که در همین حداقل 20 سال اخیر ما در این جستجوی هویت رهبریت امروزه تاجیکستان ملت را از کجا تا کجا برد. اول آمدن هویت سوزی کردن، هویت شکنی کردن، بعد به جای آن خواستن از ما یک وارثان اسماعیلی سامانی بسازند. یک مدت ما همه شدیم وارثان اسماعیلی سامانی، بعد چند مدت آمدیم هممون شدیم آریا نژاد،
دیدن که اسماعیل سامانی هم یک ملا بوده است، یک او قدر مثلا نمیشه تاریخ رو بسیاری بد تقلب کرد. اسماعیل سامانی هم سامان خداتا از زبان فارسی رو آوردن. از اون قسمت خلیفه بغداد خاندان سامانی ها رو فرستاد مثل یک گنرال گوبرناتور با بخارا و این طرف ماوراءالنهر تا که در اونجا از نام خلیفه بغداد حاکمیت کند و خاندان سامانی تا آخران نفرشون به نام خطبهش رو به نام خلیفه بغداد میخوان. دیدن که نه اونقدر این کار نمیشد. بعد از ما خواستند که یک آریایی اصیل بسازند که از همه قوم های آریایی نژاد ما تازه تر هستیم. دوستانی عزیز، در دنیای امروز من دقیق نمیدونم ولی فقط خود هندوستان بیشتر از 1 میلیارد هست. همه اونا ریشهشون میبرد به آریایی. اروپا، روسیه، ایران، پاکستان، افغانستان خواستن از ما از یک هویت جدید تقریبا نزدیک، من معذرت میخوام، به هویتی که گیتلر میخواست برای آلمانی ها بسازد، به همون سمت ملت رو قریب داشتن که میکشاندند. خدا را شکر که بعضی از عقل ها پیدا شد، گفتن که زیاده روی نکنید که گذراندید. من یادم هست وقتی که با ملاقات داشتیم در بوندستاگ، رهبر هیئت تاجیکستان مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان بود، یک نفری که خیلی اون زمان ها دیگر دو آتشه عمل میکرد، آمد در صحبت با رهبر فراکسیون بوندستاگ آلمان. اولین جملهش میدونید چی بود؟ گفت که ما تاجیک‌ها و شما آلمانی ها آریا نژاد هستیم. اون ترجمانی بعد فهمیدم که خیلی هم آدم عاقل بوده است، ترجمه نکرد، چون اگر ترجمه میکرد میفهمید که شاید اعتراض میکردن میرفتن یا یگان اعتراضی به شکل دیگر میشد. ولی اون یک آلمانی درک کرد، گفت که وظیفه شما ترجمه کردن است، هر چی میگه ترجمه کن. بعد ترجمه کرد، گفت که این رئیس هیئت تاجیکستان میگه که ما و شما آلمانی ها آریا نژاد هستیم، ما باید برادر باشیم، زی دیگران باشیم، با هم باشیم. و گفت که آقای محترم، گفت ما آلمانی ها گفت از این گونه شعارها سیر شدگیم. ما یک بار آلمان رو به همین مصیبت گرفتار کردیم به خاطر همین گونه تفکر. اگر موضوع صحبت شما همین است، پس ما کاری در این موضوع نداریم. یعنی مشاور دولتی پرزیدنت اصلا نمیدونست درباره چی گپ زند. این اونا میخواستن از ما یک هویت بسازن. بعداً کشوندن ما را بردن به پیروان امام اعظم که گفتن که ما هم پیرو امام اعظم هستیم. یک مرحله جدید هویت سازی بود که دقیقاً با امام اعظم و ارزش‌های حضرت امام اعظم همون رفتاری را کردن که با ارزش‌های آریایی و با ارزش‌های اسماعیل سامانی کردن. اینجا هم شاید وقتش است که یک نکته دیگر هم خاطره سان کنم. یادم نیست سالش دقیق، بگذار ارخیو را بردارن بگن که کبیری دروغ میگوید. خداوند آزادش کند استاد سیف الله زاده را. وقتی که استاد همت‌زاده اولین کتاب تاجیکان معاصر را درباره امام اعظم نوشت، من از استاد همت‌زاده رفتم، گفتم استاد همت‌زاده باید همین واقعا اندیشه‌های امام اعظم را باید زنده کنیم و در مقابل اندیشه‌های افراطی که از بیرون میآید به نام دین و اسلام باید گذاشت. این کار ما باید انجام بدهیم. مشورت کردیم، سیف الله زاده را فرستادم به نزد اکادمی دینارشویف که اون وقت دیرکتور اینستیتوت فلسفه و تاریخ بود اگر اشتباه نکنم، چون هر دوشون دوستی داشتن. گفتم با استاد دینارشویف صحبت کن، یک کنفرانس مشترک با اکادمی برگزار کنیم درباره امام ابو حنیفه، او را بشناسونیم به ملت که این شخصیت چه زحمت‌های کشیده است و اندیشه‌های امام اعظم چگونه میتواند ما را از همه گونه عقیده‌های افراطی مذهبی نگه بدارد. استاد دینارشویف که هم تجربه کار در زمان شوروی و پارتی و حزب و اکادمی را داشت، یک مصلحت داد، گفت که اگر ما و شما این کارا کنیم در بالا ناراحت میشوند. من گفت میدونم، بسیار خوب، بیا خوب میشد که شما یک نامه به نام دستگاه بنویسید و من همچون رئیس حزب به عنوان دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامه نوشتم درباره آنکه یک چاره‌بینی بزرگ، یک کنفرانسی علمی برای ابو حنیفه در تاجیکستان باید برگزار شود. باز تکرار میکنم، بردارن نسخه این ارخیو را از ارخیو اپارات پرزیدنت میگیرن، اکادمی الهام میگیرن، چون ارخیو نهضت اسلامی تاجیکستان متاسفانه مصادره شد.
ما نامه رو نداریم. سیف الله رو چند مرتبه گفتم که چی شد؟ جواب اومد، چون مسئول پرونده او بود، رفت اومد گفت که میگن که این روز پگاه جواب میگیم. بعد چند ماه اعلان شد که تاجیکستان یک سیمپوزیوم بین المللی به خاطر ابو حنیفه برگزار میکند و ما خرسند شدیم. واقعا هم استاد همزده گفت که خدا را شکر و باور داشتیم که اولین کاری که میکند حکومت کتاب استاد همزده را بازنشر میکند. در دوام 6 ماه تقریبا 10 تا کتاب از سپاری شد که 10 کتاب درباره ابو حنیفه نوشته شود. همه کتاب ها را اپارات پرزیدنت مبلغ گذاری کرد جز از کتاب استاد همزاده. نه تنها من، استاد همزاده، هیچ کسی از نهضت اسلامی تاجیکستان به این سیمپوزیوم دعوت نشد. این یک نمونه دیگری دزدیدن و ربودن ایده ها و اون را به شکل وارونه و غلط به مردم معرفی کردن. بعداً دیدن که چه خیلی که با اسماعیلی سامانی شد، دیدن که ابو حنیفه هم یک ملا بوده است، یک امام مذهب بوده است، یعنی فقط تاجیک یا فارس نبوده است. آمدن دقیقاً علیه فرمودهای امام اعظم رفتار کردند. نگفتن که امام اعظم درباره ریش چی گفته است، درباره حجاب چی گفته است، درباره نماز و روزه و مسجد مدرسه چی گفته است. کاملا امروز دارن علیه ارزش‌های هم سامانی، هم آریایی، هم ابو حنیفه و تمام آرمان و آرزوهای تاجیکان رفتار میکنند. منظورم این است که در این هویت باختگی، جستجوی هویت‌های صنعی ساخته، ملت ما را دارن سرگردان میکنند. ملت اورینتاسیش رو گم کرده است، اون جهتگیری معنوی و ارزشی خود را گم کرده است. اینا میگن ценностная اورینتاسیا. وقتی یک جوان نمیداند که در زندگیش، در فکرش، سیاستش به کی پیروی کند، او را گاه از سامانی میپرتیم به آریایی، به ابو حنیفه، بعد بر میگردانیم باز به یک هویت جدید ساخته ایستادن، پیروان پیشوا. حالا نهایت هویت یک تاجیک باید همین باشد که باید پیروی کدام یک پیشوا باشد. مثل یک معذرت میخوام، توده گله گرگان پیشوا دارد، رمه گوسفند پیشوا دارد، پیشوای رمه گوسفند هم گوسفند نیست، یک بز است. شما این را خوب میدانید. جامعه بشری نیاز به پیشوا ندارد. جامعه بشری نیاز به یک مدیر دارد. یک مدیر که انتخاب می شود، بعد 5 سال میگن خوش آمدی برادر، برو دم بگیر، با نفر دیگر میاد. ولی پیشوا واقعا همون است دیگر. در این جستجوی هویت و هویت سازی ها واقعا ملت بخصوص نسل جوان سرگردان شده است. چرا امروز جوان تاجیک باید با 2000 یا 3000 از ابوبکر بغدادی پیروی کند و ابوبکر بغدادی را پیشوای معنوی خودش به اصطلاح حکومتداران بشناسد، اعتراف کند؟ برای چی؟ باید که ایدئال معنوی جوان دیندار تاجیک خاندان تورا جانزاده ها باشد، حاجی میرزا باشد، ملا عبدالرحیمی قزاقخانی بود اون بزرگوار، و چندین بزرگواران پیشوایان مذهبی تاجیک باشد که در داخل تاجیکستان زندگی میکنند. رحمانوف چیکار کرد؟ تمام این ایدئال ها را شکست، از بین برد. به جای آنها یگان ایدئال با وجود آورده نتوانست. یگان نه شخص، نه شخصیت، نه ایده، تا اینکه این جوان تاجیک از او پیروی کند. این است که جوان تاجیک برای جستجوی این ایدئال معنویش میرود به دام ابوبکر بغدادی و دیگران میافتد. چرا جوان تاجیک امروز با پیروزی یک ورزشگر خارجی هزارها شادی میکند، به خیابان میریزد؟ برای آنکه حکومت امروزه پیشوایان، ورزشگران، بهترین جوانمردان و پهلوانان این ملت را شکست. در داخل نداریم دیگر. نه برای کلانسال یک نفر داریم که از او پیروی کند، نه برای جوان، نه برای زن، نه برای طفل. رحمان این همه را از بین برد و خواست که خودش را جایگزینی همه این ایدئال ها کند که متاسفانه یا خوشبختانه نتوانست. پس تنها برای همین هویت شکنی، هویت سوزی ملت تاجیک میتوان این نفر و تمام کسانی که از او پشتیبانی میکنند همچون یک جنایتکار و خیانتکار ملی معرفی کرد در نزد تاریخ. چون ملت تاجیک برای آنکه رها بیابد از این مریضی، باید که سالها ما و شما باید
اذیت بشویم، عذاب بکشیم که ملت رو برگردانیم به اون مسیری تاریخی و مسیری درستی که طول هزار سالها داشت میرفت و مبارزه هم میبرد. خب دوستان عزیز، یک کمی طولانی شد مقدمه در موضوع استقلالیت، ولی باید این حرفا رو میگفتیم. حالا چند جمله درباره خود پیمان خدمتتون عرض کنم که پیمان ملی تاجیکستان دقیقاً در همین حالت دشوار تأسیس شد و ما باید اعتراف کنیم که راهی آسانی رو در پیش نداریم. اینجا دوستان خیلی خوب گفتن و باز تکرار میکنم کاری ما رو سبک کردن، اما از روزی که ما این پیمان رو تأسیس دادیم دوستان میدونن، استاد روشن میدونن، تیمور، علیم، شراف‌الدین و همه کسانی که با هم مشورت میکردیم، حتی کسانی هم که در این تالار نیستند و نخواستن در این مرحله با پیمان باشن، میدونن که این پیمان چگونه شکل گرفت و برای چی در همین شب و روز تأسیس شد. سوال این است که آیا میتوانست پیمان یک کمی زودتر تأسیس شود، دیرتر تأسیس شود یا با افراد دیگر شود؟ جواب ما این است که احتمالش خیلی ضعیف بود. چرا؟ ما بعد همه مشورت‌ها به این نتیجه رسیدیم که باید از یک نقطه شروع کرد. ما هیچ وقت نمیتوانیم تمام اپوزیسیون تاجیک، تمام دیگر اندیشان و تمام کسانی که یک تاجیکستانی نو را میخواهند در یک چارچوب، در یک زیر سقف یک بینا جمع کنیم. این امکان ندارد. هیچ کس این کار را کرده نمیتونه. کسی اگر آرزو کند یا فکر کند که من اول همه ملت تاجیک را جمع کنم و بعد دست به کار بزنم، این یک فانتزی است. باید کار را با یک ایده محدود با اون کسانی که واقعا میخواهند در همین شب و روز کار را شروع کنند آغاز کرد که ما هم خدا را شکر یک سال پیش این را آغاز کردیم، اما مرحله آماده شوی با آن خیلی طولانی بود. ما از قبل میدونستیم که مناسبت با ما یکسان نخواهد بود. موقع حکومت که معلوم بود از اول، امروز هم معلوم است. باز همون گپ‌ها، اینا کسی نیستند، ضعیف هستند، مثل همون 20 سال 30 سال پیش که میگفتن که ما با کی گفتگو کنیم، ما با اینا کسی نیستن، اینا جنایتکارن، اینا رفتن از وطن بیرون شدن، دیگر کسی نیست که ما با اون صحبت کنیم. اما وقتی دیدن که قدرت دارد از دستشان میرود و اولین گروه‌های مسلح اپوزیسیون در کیلومتر هفتم شهر دوشنبه در تیررس قصر پرزیدنتی پیدا شدن، دیگر اون حرفا فراموش شد. الان هم همون قصه را دارن تکرار میکنن که اینو با کی صحبت کنیم، با کی گفتگو کنیم. اما دوستان عزیز بدانید که گفت و شنید را حکومت بر وقت آغاز کردگی است. این دروغ است میگوید که ما با کسی گفت و شنید نمیکنیم. پیمان ملی تاجیکستان است که با کسی گفت و شنید نمیکنه. الان ما گفته ایستادیم که ما گفت و شنید نمیکنیم. اینها دارند با هر کدام شما با تنهایی گفت و شنید کرده ایستادن. مگر همینجا نشستگی ها هیچ کدامتون از پلکونی که گنرال از یک دوستتون پیام نگرفتید که بیایید بشینیم صحبت کنیم و شما برگردید به وطن؟ این چی است؟ این را نام گذاشتن که عفو کردن. عفو کردن مثل میرزیایف رفتار میکند، بدون آنکه با اون محبوس یا با اون مهاجر بشیند گفت و شنید کند، فرمان عفو رو میبرد، میگه همه شما آزاد هستید. مگر در قدرتش نیست؟ مگر در صلاحیتش نیست که یک عفو عمومی اعلان کند بدون گفت و شنید با ایشان عبدالستار؟ ایشان عبدالستار رو بیزار کردن، هر روز گفت و شنید دارد. میگن ما گفت و شنید نمیکنیم، ولی واتساپ و اسکایپ و با تمام وسیله گفت و شنید است. شراف‌الدین را دزدیدن بردن در داخل زندان، با شراف‌الدین گفت و شنید کردن برای آنکه علیه ما گپ زنند. هم گفت و شنید با افراد میکنن، هم میگن که ما گفت و شنید کرده نیستیم. این ما هستیم که الان میگیم آماده نیستیم با شما گفت و شنید کنیم. چرا شما را در سطح گفت و شنید نمیبینیم؟ حالا چند نفر میاد و میرود. یک نفرش اومد دعوای گفت و شنید کرد سال گذشته، سیفالله سفرов دوستی ما. حالا دوست میگم چون وظیفه نداره دیگر، پنسر رفت. گفت ما گفت و شنید میکنیم، ما از نام حکومت وکالت داریم، عفو میکنیم. برگشت از وظیفه گرفتندش. من از صلاحیت هیئت حکومت همین است. یک سفیرش قدیما فقط سلام کرد، از سفارت سفیر تاجیکستان در آلمان هم گرفتن. حالا گفتن در کدام شعبه چیکار میکنه. و این هیئت میگه که ما با سر بلند و روی سرخ و با وکالت تمامیت. کی با شما گفت و شنید میکند؟ حالا اگر سلام کردن بچه‌ها خدا را شکر بیارید. و ببینید در این شرایط ما داریم فعالیت میکنیم و شما در بین تمام اپوزیسیون اتحاد شوروی سابق از روی انصاف، حالا این حرف رو من نگفتم، رهبری پیمان یا
بچهای ما در شورا نگفتند. یگان اپوزیسیون دیگر رو دارد که توانسته باشد که رئیس جمهورش 4 سال باز اروپا آمده نتواند. یگان دارد یگان اپوزیسیون را. یگان کسی را دارد که یگان اپوزیسیون دیگر، حتی اپوزیسیون هم نه، روسیه 150 میلیون شهروند دارد. اپوزیسیون‌های روسیه میلیاردر هستند. خودرکوفسکی، کاسپاروف، 10 نفر دیگر. کدامش پرونده یک نفر از زندانی سیاسی روسی را تا سازمان ملل برد و قرار سازمان ملل را در دوام کوتاه همگی 2 سال به دست بیارد. اپوزیسیون تاجیک و جامعه شهروندی تاجیک توانست که در مدت 2 سال نزدیک 14 پرونده زندانی‌های سیاسی را در سازمان ملل به تصویب برساند. رحمان تمام توانش را به خرج داد تا اینکه چند هموطن تاجیک را از وطن بیرون کند. ولی یک مهاجری تنها، به سفارت، به ارتش، به تلویزیون تاجیک توانست که رحمان را از دنیای متمدن بیرون براند. امروز یگان کشوری متمدن آماده نیست قبول کنه دیگر. یکی از دیپلمات‌های اروپایی در وین بود، وقتی که ملاقات داشتیم با سفیرای اروپایی، پرسید که دیپلمات‌های شما بسیار زوره و توالا دارند که اقلا یک سفری رسمی ایشان را به اروپا هماهنگ کنیم. نظر شما چی است؟ شما راضی هستید؟ گفتم ما اصولا راضی نیستیم که اروپا نه تنها رحمانوف بلکه یک دیکتاتور دیگر هم از دنیا قبول کند. اصولا قبول نداریم. اما بگذار بیاد فقط با یک شرط. سفرش رو حداقل 1 هفته پیش 2 هفته پیش اعلان کنید که ملت آمادگیش ببیند. ما راضی هستیم بیاد، منتظر هم هستیم، اما پنهانی نیاید دیگر مثل بعضی سفرهای دیگرش که حالا یک وقت میبینید که با کجای سفر کرد. مردم آمادگیش رو بیند و واقعا هم ما میتوانیم خوب پیشواز بگیریم. چرا نه؟ بیاید ملاقات کنه در اروپا. اما اونها گفتن ما فقط داریم این درخواست‌های پیام رو بررسی میکنیم. هنوز هم جوابی مثبت ندادن. منظورم دوستان عزیز این است که واکنش حکومت، رفتار حکومت، طرفداران حکومت نسبت پیمان دیگر آشکار است. ما یگان انتظاری نداشته باشیم. اما در اینجا 2 گروه از هموطنان هستند که میخواستم به خاطر آنها علاهیده چند جمله بگم. یکی از گروه اول این هموطنان ما هست که مثل ما مبارز هستند، مهاجر هستند، بی‌وطن هستند. در گذشته هم برای این ملت و برای این آرمان ها مبارزه کردند، امروز هم دارن زحمت میکشند. اونها هم حالا با هر دلیل، با هر یا کمبودی ما هست، عیبی ما هست، با هر دلیل هست که علیه پیمان ملی تاجیکستان موقع گیری کردند و دارند موقع گیری های منفی میکنند، ادامه میدهند. ما هم دوستان عزیز، کسانی که حرف ما را میشنوید، چه اعضای پیمان هستید چه طرفدار پیمان، خواهشمان این است که نسبت این هموطنان خیلی با آداب باید بود. اصلا وارد پرخاش، بحث و تلاش نشوید، چون ما هیچ دلیلی نداریم برای وارد شدن به بحث. شاید که اون دوستان دلیل دارن، ما آدمان چندان مناسب نیستیم، خوب نیستیم و یک دلیل دارن که علیه ما می نویسند، میگویند، اما ما هیچ دلیلی نداریم. نه به معنی آن که حرفی برای گفتن نداریم یا اینکه این بزرگواران ملائکه هستند. همون مقداری که ما کمبودی داریم اونا هم دارن. اما دلیل اساسی ما این است که اگر ما خدای نکرده یک روز وارد این بحث و پرخاشا شویم، 2 ضرر میکنیم. یکی این که نیروی به این هم محدود و وقتمان بر هدر می رود که ما باید در جای دیگر صرف کنیم. دوم این که ما در مجموع داریم حرکت آزادی خواهی و استقلال خواهی و اپوزیسیونی تاجیک ضعیف میکنیم. با سیاه کردن یک نفر مبارز، سنگ پرتوی علیه او و حتی اگر به خاطر جواب دادن هم باشد، به خاطر بحث هم باشد، ما هیچ فایده نخواهیم کرد. بیاید این نیرو رو، این وقت رو صرف کارهایی کنیم که تمام ملت از ما آن را انتظار دارد. اما جواب دادن با منطق، با آداب هیچ کس منع نکرده است. اما به هیچ وجه نباید وارد پرخاشگری، خدای نکرده وارد تحقیر و حرفای ناسزا شوید. من رسما اینجا اعلان میکنم که این نفر که تحقیر میکند، گپی فحش میگوید، کنایه میکند، تمسخر میکند یا خدای نکرده مردی را، زنی را، بخصوص زن را مورد تحقیر و تهمت و بعضی مسائل شخصی
را آشکار میکند بداند که او نه پیمانی هست، نه نهضتی است، نه 24 است، نه حالا جنبش است، انجمن، هیچی نیست، اصلا اون مبارز نیست. و ما اعلان می‌داریم که از این گونه افراد، از این گونه اشخاص، حتی اگر از به نام پیمان هم صحبت کنند، براءت خود را اعلان میکنیم. اما از دوستان و از برادران هم خواهش میکنیم کسانی که دلشون به ما میسوزد و ما را به خاطر دلسوزی تنقید میکنند، در این مرحله نازک یک کمی احتیاط کنند و زیاده روی نکنند و کوشش کنند که کمکمون کنند. اگر نتوانستند حداقل در این مرحله نازک زیاد سنگ اندازی نسبت ما نشود. اما یک گروه دیگر است هموطنان عزیز که باید کمی آشکارتر صحبت کرد. نمیدانم شاید صدها هزارها هموطنان ما در ساختارهای دولتی امروز دارند کار میکنند، انجام مسئولیت میکنند. هیچ کس حق ندارد یک هموطنی را که در حتی ارتش کار میکند، امنیت، پلیس، در اپارات پرزیدنت، فقط به خاطر آن که در یک دستگاه کار میکند که رهبرش یک انسانی فاسد و جنایتکار هست مورد تنقید و تهمت قرار بدهد، او را مثلا حرفای ناسزا بگوید. اینا هموطنان ما هستند، اینا دارن مسئولیت خود را انجام میدن و شاید کمک آنها به ملت، به ما هم در یک جای میرسد که ما خودمون نمیدونیم. اینا سرمایه ملی هستند، باید از اینا را حفظ کرد و اینها را احترام کرد. اما یک گروه از هموطنان هستند که چه در مقامات دولتی کار میکنند، چه بیرون از مقامات دولتی می نویسند، حرف میزنند. اینها دارند عمدن به طور آشکار، به طور پیوسته و بدون آنکه کسی به آنها فشار بدهد از این جنایتکاری ها و از این خیانت ها پشتیبانی میکنند و از همه بدیش کوشش میکنند که در خارج این جنایت ها و خیانت ها را توجیه کنند، دلیل پیدا کنند، سفید کنند. من نمیدونم این گروه را چی نام برد، باید به این گروه باید چگونه مناسبت کرد و با کدام رو میآیند در خارج یا در داخل. برای مثال وقتی که محمد علی حید شکنجه می شود ما صدا بلند میکنیم. محمد علی حید کسی نبود که آنها نشناسند، بعضی حتی دوستشون بودند، بعضی حتی استاد محمد علی میگفتند. امروز سنگ می اندازند به طرف ما که اینها کی هستند، اینها چی هستند. و از همه بدیش این است که بدون آنکه کسی به آنها فشار بیارد، فقط به خاطر خوشخدمتی و به خاطر چاپلوسی این کارها را انجام میدیم. ما و شما باید دیگر وقتی اون رسیده است که با صراحت به این دوستان بگیم که برادران عزیز، جنایت است، جنایتکار است، خیانت است. باید همه چیز به نام خودش نامگذاری شود و هر کسی که پشتیبانی از جنایت و جنایتکار میکند باید اونم در نزد ملت آشکار باشد. دیگر دلیل های این که ما مجبور بوده، ما نمیخواسته، ما دیگر شرایط این بود، 1 سال کار میدهد، 2 سال کار میدهد. امکان ندارد که ملت یک عمر این دلیل های شما را قبول کند و شما های بردوام علیه ما سنگ اندازی کنید. وقتی که آلمان فاشیستی را، هیتلر را به دادگاه بین المللی کشیدن در خود همین آلمان، شما فکر نکنید که فقط هیتلر را محکوم کردند. تمامی کسانی که با هیتلر شریک بودند، در دستگاه‌های او کار می‌کردند، با او همراه بودند و او را کمک می‌کردند، همچون جنایتکار شناخته شدند. نه تنها جنایتکار شناخته شدند، تا امروز در پیگرد قانونی هستند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، در آلمان، در لهستان، در لیتوا هم دیدیم آثارخانه‌های جنایت‌ها و ظلم‌های دیکتاتورها و حکومت‌های دیکتاتوری هست و نام تمام کسانی که به این حکومت‌ها همچون نمیدونم خبرکش، همچون سفید کننده، همچون روزنامه‌نگار یا به هر شکلی اگر در خدمت این رژیم بودند، در دیوارهای این آثارخانه‌ها آویخته شده است تا اینکه ملت‌ها، نسل‌ها بدانند که کیها این ملت رو ظلم کرد و کیها این ظلم را پشتیبانی کرده است. آیا هموطنان عزیز و گرامی ما میخواهند که در چنین یک آثارخانه اسمشان آویزان شود که در زمان حاکمیت یک دیکتاتور، یک ظالمی که محمد علی و بزرگمهر و صدها بچه‌های دیگر رو زندانی کرد، اذیت داد، این نفرانی بودند که از این نظام، از این سیاست در فلان جاها پشتیبانی کردند. آیا به کسی این لازم است؟ شاید امروز به خاطر منصب و کرسی و به خاطر 4 تنگه این کار رو انجام بدید، اما یادتان نرود که عمر این ملت، نام این ملت 50 سال نیست، 1000 سالها باقی خواهد ماند. نام شما، نام من هم باقی خواهد ماند.
امروز شما ما را تروریست میگید، این جمع همه جنایتکار و تروریست اعلان کردید و این تاریخ تنها من نیست. این ملت ها بارها جنایتکارها را دیدند، شنیدند، اما تاریخ آنها را سفید کرد، ولی نام شما دیگر سفید نمی شود. نیلسون ماندل هم برای حکومت خودش جنایتکار بود. در زندان اگر استاتیاهای نیلسون ماندل را بگیرید، دقیقاً همون استاتیاهای زید و بزرگمهر و محمد علی و سید عمر هست. دقیقاً همون استاتیا است. نیلسون ماندل سفید شد و تمام کسانی که او را 29 سال یا 26 سال در زندان نگه داشتند، اونها سیاه شدند. حضرت عیسی مسیح همچون تروریست کشته شد، خواستند بکشندش. استاتیای حضرت عیسی مسیح همین بود، سیاست ضد دولتی، همون دولتی که در اون زمان بود. حضرت پیامبر را صلوات الله علیه را با کدام اتهام سنگسار کردند و بیرونش کردند؟ به همون اتهامی که الان شما دارید آزاداندیشا رو میکنید. اما تاریخ حرفی خود را زد، همه اینها را سفید کرد. روسیا در نزد تاریخ همونهایی شدند که این کسان را وارد زندان کردند و تهمت کردند. خب خواهران و برادران عزیز، دوستان عزیز، گفتنی ها خیلی زیاد است. ما در یک سال یک بار جمع میشویم، اما انشاءالله باز فرصت های بیشتری خواهد شد. من با نمایندگی از تمام شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان، یکایک شما که در این تالار نشستید، از سراسر دنیا زحمت کشیدید، هم تشکر میگم، هم میnnتداری بیان میکنم و این را قرض خود میدانم بگویم که بر شما و بر گذشتگان شما و بر آیندگان شما درود و رحمت پروردگار باد برای این همه مبارزه‌ای که تا امروز کشیدید و در پهلوی ما بودید. این کار آسان نیست، این واقعا جوانمردی است. امروز که ما در این منبر ایستادیم، در اینجا نشستیم، این همه توسط زحمت‌های شبانه روزی شماست که در پس پرده کارها را انجام میدید. توسط زحمت و دعاهای مهاجرین ما در روسیه است، توسط دعاها و پشتیبانی معنوی زندانی‌های ما است و اون پدر و مادرانی که در داخل کشور خاموش گریه میکنند، اذیت میشوند برای هر گپی که شما میگید، اونا را اذیت میکنند. در حضور میلیسیونر زنگ میزند، میگه که بچه‌م برگرد بیا، ولی روزی بعدی میگه بچه‌م راهتون رو ادامه بدید، خداوند اقبال بتید. همه پدر و مادران شما این حرف رو به شما گفتن. دعای اونها، بزرگی اونها است که امروز ما و شما صدا بلند میکنیم در اینجا هستند. بار دیگر به همتون تشکر. دعا کنیم که پروردگار هر چه زودتر این گونه جلسه ها رو در تاجیکستان داشته باشیم که علیک بیاد از گرجستان در دوشنبه او رو پیشواز بگیریم. خداوند نگهبانتون باشه.